مثلا گفتم که ما داریم میریم تا اینجا خوابیدیم مینیبوس دختر پسر اشغال. بعد مثلا گفتش که انشالله شما رو بگیره. چه سیب زمینی شده آدر، اینجوری هم عالی میشه. خیلی قشنگ شده. قشنگ شده. سلام بچه‌ها، چطورین؟ امیدوارم که خوب باشین. کلی خبرهای خوب دارم براتون، نمیدونم از کجاش بگم. اینکه اولیشو بگم، اینکه قرار فردا بریم دوستان بیرون، اعظم و حوریه، مریم، نازنین. البته حوریه و اعظم تا دقیقه 90 گفتن که حالا نمیدونیم میایم یا نه، به خاطر اینکه تنبلن، حال پیاده روی ندارن و میخوایم یه جایی بریم که کلی قراره 1 ساعت قراره قدم بزنیم. اینم شام 1 ساعت راهه؟ آره. خسته میشین. خسته میشیم، ولی میدونی چه جوریه؟ اینکه بالا باید با آفرود بریم و ما چون آفرود نداریم، ماشین آفرود، باید ماشین رو بذاریم پایین توی یه روستایی، بعد 1 ساعت تا 1 ساعت و نیم نازنین گفته پیاده بریم تا اون مقصدمون. با من بریم، من شما رو میارم، یه پولی از شما میگیرم. نه دیگه، میخوام آفروید، میخوایم یه مسافرت که نمیشه، یه تفریح کم خرج. بعد قرار گذاشتیم هر کی از خونه یه چیزی برای خودش بیاره برای نهار. من میخوام کوکوی سیب زمینی درست کنم، البته الان نه، صبح بلند میشم، صبح زود میپزم و سرخش میکنم دیگه، از اون کوکوهای سیمین پز. آره این بسته؟ آره بس یادم. چیزم کردم، سیب زمینی هم گذاشتم، تو خمر هم گذاشتم بپزم. من اینقدر نمیتونم بخورم. بعد من به خاطر همین گفتم بچه‌ها چون کوکی دوست دارم براشون کوکی درست کردم، بقیه‌اش تو فره. منم چند تا میخوام. بر تو هم میذارم. بازم هست. چند تا برم کارگاه. آره. اینم میوه خشکم دارم میبرم و دیگه نمیدونم همه تو اون کوله به نظر جا میشه. فکر نکنم. جا میشه. آره. خب دیگه میخوایم همه کوله ببریم که اذیت نشیم. خبر دومو بگم. این که این شاید حالا اطرافیان من دوست نداشتن، چون همیشه من تولد میگرفتم و کلی دوره همی و خوشگذرونی. امسال من گفتم به هیچ عنوان دوست ندارم تولد بگیرم و چیزی نیست خوشحالم کنه. به خاطر همون علی گفتش که حالا که داری تولد نمیگیری من کادومو زودتر بهت میدم، تو برو هرچی که دوست داری برای خودت همین هست. همین بچه از دیگه که توقع تو رو خیلی زیاد میکنن. نه توقعم که زیاد نشده، ولی خیلی خوشحال شدم. علی کادومو زودتر داد و من پول کافی داشتم، چون بگم چقدر داد؟ بعضی میگن چرا میگی چقدر، ولی ما دوست داریم، باور کنید اصلا خیلی معذب نمیشیم، مثلا یکی کم که نمیشه، هر چقدر هدیه باشه با ارزشه. علی به من 15 میلیون کادوی تولد داد، دستش در نکنه علی، بوس داریم ویدیو رو ادیت میکنیم میدونم، دستت واقعا در نکنه. بعد اون انگشتری هم که شکسته بود، رفته بودیم بیرون شکسته بود و اینا، و یه من بگم سلام بذار بگیم تو اتاق اول. اتاق چرا؟ که چی کار کرده؟ اینم وسایلش اینجا حاضر کرده، نمیدونم یه عالم کلاه داره. مانتو اون چیه؟ پیژامه است بنفشه. من که دارم کار میکنم، لپتاپ شهره رو دارم درست میکنم. اون انگشترش که شکسته بود فروخت، یه انگشتر دیگه هم داشت اونم فروخت، یک مقدارم پول گذاشت روش، رفته دارم باز کنم اینو اینا نشون بدم دیگه. اینا یه دونه دیگه از این علنگوهایی که خرید بود خرید، خیلی هم عالی. ولی داداش تو رو پرو میکنه، باعث میشه ما کادوی تولد باید زیاد به تو بدیم. نه اصلا اینطور نیست، هر اندازه که کادو، یعنی اصلا کادو به این نیستش که هر کسی با یه چیزی خوشحال میشه. من حتی با یه چیز کوچیکم خوشحال میشم، ولی خب شما هم دیگه این چیزا دیگه کوچیک نیست ماشاءالله. آره بزرگه. ماشاءالله خوشحال شدم. آره دستش در نکنه. خلاصه هیچی دیگه. گفتم دستبند این رنگ طلاییش هم گرفتم، 2 تا کنار هم فوق العاده میشه، بعد بهتون نشونش میدم.
دیگه یکی چی حالا به من میگی تو با پول بدی بهم رو سفیدش هم بگیرم 3 تا بشه. آره سفیدش هم قشنگه ولی نه دوست دارم دستبند کارتیر بگیرم دفعه بعد. آره بیا تخم مرغ هم چیز کردم امشب رو زود استراحت کنم که فردا بتونم به آرام برم. من خیلی خوابم میاد دوست دارم بخوابم مثلا. تخم مرغ اینجوری میخوری داخل؟ آره نصفش کن بذار رو جادو. اینجوری؟ آره. نه یه دیگه بخور 4 تا بکنش. 4 تا کل ساندویچو بگیره. بابا هست واسه تو 2 تا درست کردم. نه یکی کافیه من. واقعا بریم بخوریم. لازم خالی. خیلی. سلام صبحتون بخیر بچه‌ها. آماده شدم. مریم اومدن دنبالم. رفتیم که رفتیم. سلام صبحتون بخیر. چطوری؟ خوبی؟ صبح بخیر. قربونت مرسی. ازمون است. اینم که اینجوری آره اول اینم که اینجوری آره خوره. تو به من گفتی یه لیوان قمقمه. خب همین دیگه چون میدونم شما نمیتونید راه برید بیا اینو بگیر. نه اینو آوردم میگه کولت خیلی بزرگه زیاده ازم میگه. نه اینا سبکن اینا کوهنوردیه بابا. ببین نگاه کن. چیزی نیست بابا بیار دیگه استفاده من کن. دونه رو دوشم نه چون استاندارد میذاری چیزیش نمیشه اصلا. چیزشو خالی کردم موکتو گفتم نازنین بیاره. خیلی آره دیگه هر کی یه چیزی بیاره. خیلیه. من میرم. خب تو رو عوض میکنیم دیگه تو رو عوض میکنیم. چیز خاصی توش نیست فقط یه چاییه یا آبه. چیز خاصی نیست. این آبجوش هم آوردم تو رو اگه 1% چای خواستین بخوریم نبریم با خودمون. بچه‌ها ما ورزشکاریم. آره خب این الان این همینجا بذارم. آره بذار همینجا میگم. صبح بخیر گفتیم؟ گفتم اگه نگفتیم صبحتون بخیر. سلام بچه‌ها خوبین خوشین صبحتون بخیر. ساعت 10 دقیقه به 9. خب بریم دنباله. خدای با امید دوستان قشنگم صبحتون بخیر. انشالله روز خوبی رو در پیش داشته باشین با ما دیگه. ازم چی کار داری میکنی؟ من دارم وسایلمو میریزم تو کوله‌ای که هوریا آورده. حالا چند تا کوله جابجا کرده بچه. این آره دیگه اول تو کیف خودم بود. من دیروز میخواستم بخرم یه کوله خوب باید بخرم. منم باید بخرم. بذار من حقوق اولیه‌مو بگیرم با هم دیگه بریم. انشالله مدرسه بریم دیگه. اینجا خوب گفتم حرکت کار شاید چیزی باشه. مریم در میتونی بگی راه نیست. این ولی پشتش چرا اینجوری سفته؟ خب من چی کار کردی؟ تو پول اسنپ رو حساب کردی؟ آره دیگه همون لحظه اصلا قبل اینکه مریم رو ببینم حساب کرده بودم. خدا بگم چی کارت نکنه. خب میدونم آخه من به تو گفتم بیا دنباله. من رفته بودم نزدیک چیز یعنی روبروی مرداب بودم دقیقاً. همون لحظه اصلا به دلم افتاد گفتم وای نکنه الان مریم بیاد این دیدم مریم صفحه‌شم دیدم مرده بر من بوق زد گفتم وای این حتما یه آشنا یه چیزی بوده ولی خب دیگه اهمیت ندادم. لکنت گرفته بودم دیگه نگو بابا اینجا آشنا هم اگه باشه اصلا دیگه اصلا به ذهنم نرسید. رسیدیم الان میخوام بریم سوار شیم بریم بالا. مریم ماشینشو گذاشته و کار همیشگی منو امروز تو داری انجام میدی. آره لحظه 90 لاک میزنی.
من دیشب که خوابم نمیبرد لاک زدم. قابل نداره. خیلی خسته بودم دیشب از سر کار اومدم، اصلا نتونستم انرژی نداشتم کارهای دیگه بکنم، واسه همین خوابیدم. الان دارم خسته نباش. کجا رفتن بچه‌ها؟ نمیدونم، مریم که ماشینشو بذاره. بچه‌ها ماشینو گذاشتم بگیریم بریم فرار کنیم. اونم با اون ماشین دنبالمون دیگه، ما تعقیب می‌کنیم. رسمی. تازه سویچ نازنین هم نیست، سویچشو برده. خب نمیتونیم فرار کنیم، موضوع منتفیه. نه چرا دیگه، الان از بچه‌ها میپرسیم چجوری سیم به سیم می‌کنیم. سیم به سیم بکنیم. عجب آدمای دزدی هستید. من نمیدونستم سیم به سیم یعنی چی. سیم به سیم یعنی سیمو پاره می‌کنیم بعد می‌زنیم به هم دیگه. نازنین میخوام ماشینتو بدزدن. میخوام ماشینو بدزدن. نمیدونم، گفتم ماشینو برداریم بریم. پرش کردیم برات. بذار دیگه چرا گرفتی؟ نوشابه گرفته بودیم. ببین هوریه چی میگه؟ چند فقره دوزی که داشتیم تصویر من شطرنجی کنیم. دیگه ما رو بازداشت کرده بودن، جرمی نداشتیم، فقط چند دونه ماشین دزدیدیم. ولی به جرمای نکرده کاری به روزمون آوردن که به جرمای نکردمونم اعتراف کردیم. دزدار نامرد. سوء تفاهم دیگه ما رو آزاد کردن. بیا بشین بابا. آره دیروز جامون بده. فکرم الان آوردی شجاع گذاشت. نه دیروز جامون. بریم. آمدیم نه خدا. بشین، منم برو جلو. نه برو. جای راننده هامون عوض شده. نازنین جون چطوری؟ قربونت برم. دندون مصنوعیمون نیاوردم. نمیخواد. خسته نباشی. آره. سی بریم گلدیان. میخواد ما رو ببره گلدیان، یه جای قشنگ. همیشه انتخاب جای جدید با نازنین جونه. چی میخوری؟ بیا سخاری بخور. دندون مصنوعیمون نیاوردم. دیگه دندون مصنوعیمون نیاوردم. لیوان جا گذاشتم، امیدوارم که میرسم با اون لیوان آب نخوره. میبینی چقدر مزرسه. حالا داشتم میگردم صدای مینیبوس اومد، کامیون بود البته، من فکر کردم مینیبوس تو خونه بودم. بعد مثلا گفتم که ما داریم میریم تا اینجا خوابیدیم، مینیبوس دختر پسر اشغال. بعد مثلا گفتش که ان شاءالله شما رو بگیره. خلاصه ما داریم میریم، حالا بگیرن نگیرن دیگه خودت برگه دنبالمون. پای خودمون داریم میریم اشغال. تو برای خود اینجا خوابیدی؟ واقعا جاشون خالی. بهت که نمیشه. نه از اون جاشون خالی. چرا؟ دخترونه اومده دیگه صدا یه بار. نه اومده آزاد باشیم. خب بابا اونا هستن مگه نازادی؟ نه دیگه اونجوری آزادی مطلق نیست. به خدا کار داره. آدم رو راست. خب مگه ما رو راست نیستیم؟ یه کار داره. میسم اینو میسم دیگه کارم گیره. میسم ببین اونجوره زنت اونجوره. خودش میخنده. خب داشتی در مورد تولد من میگفتی. میلاد با سعادت اختر تامناک ستاره مولل مبارک. تو تبریک میگم مثلا. چی میخواد بهم بگه؟ تولدش نزدیکه. دوشنبه است. گفتم دیگه بیا برگ سبزی است توفه درویش. بیام کجا به تقدیم پارک باغ بولاغی اینجا رو معرفی کنم. بیا تقدیم کنیم بعد بریم پی زندگی. پارک اخترکاویان خوبه دیگه. میخوره دیگه. اختر تابناک در اخترکاویان. آره خیلی هم پارکه. آره میرم اخترکاویان. با دوچرخه میام اینجا. آفرین آره. ایفل داره واقعا. آره دیگه برج ایفل داره دیگه توی اخترکاویان. کجاش؟ آره من همیشه اونجا میرم میام. ما میریم دیدار آشناییمون من وایسم. آره اونجا بود دیگه. برج ایفل هم ببین نازنینم حواسش هست. نازنین فایدهش خیلیه. آره نازنین هم اصلا حواست رو جمع نمی‌کنی. بلا بهت نمیخواد. نه این همه برات تعریف کردم، گفتم من کنار برج ایفل آشنا شدم. همونجا رو پس داشتم اونجا قدم میزدم برای خودم.
خب چی شد؟ واقعا گیرک داشتم اونجا به خودم گردگیج میکردم چیزم مثلا گردگیج یعنی مثلا داشتم اونجا چرخ میزدم خب بعد میسم دیگه من دید با این دیگه عاشقم شد باز کردم مثلا فقانسه بود دیگه ولی بس کرده بودم اون موقع دندون مصنوعی من بس کرده بودم فقانسه بود اوریه رو دید عاشقش شد ببینید چقدر شلوغه که یه لاین اینوری هم ماشینا رو گذاشتن که بیان خیلی ترافیکه نه میگم اونجا تو کابونه آره آفرین تو کابونه ولی خب بالا سیگه خیلی بالا نرسیده به سیدهش بکنم کربلا اینوری اومده کربلا اینوری جهتی کربلا عوض شده همه اومدن و ببین چقدر شلوغه این میرسیم به توربینای بادی گلدیان که بعدش بریم سوار چیز بشیم جیپ بشیم چون جادهش خیلی خرابه و خب رانندگی سخت میشه برای ما بعد چون تعدادمون هم زیاده باید خیلی دست جمعی بشینیم دوستانه 5 نفر بیروان تا بریم به اونجا یه دونه جیپ هماهنگ کردیم که ما رو ببره انشالله که سفر خوبی باشه انشالله خوش بگذره بهمون و میگذره تا الان که عالی بود بچه ها یه دور رفتن سرویس رنگارشون باز شده شاد شدن بعد این لحظه خیلی بعد ما رو بگیرید رنگمون چطوری شد بیفور رفته بیفور مسترا بیفور مسترا افتر مسترا من عاشق خونم خیلی خوشگله آره خیلی قشنگ درست کرده آره خیلی قشنگ خیلی ویلای اینجوری گوگلی مگولی درست کرده چقدر هوا امروز گرمه ولی این بریا باید کولر روشن کنن نه اینجا مثلا خب درسته توی ارتفاع ولی اینجوری مثلا این ساعت باید گرمه باید کولر روشن کنن نه ندارم ولی من نمیبینم آره کولری باشه. سقفشون هم نگاه کنید سقفشون اونجوری صافه اونور فرق میکنه شب سرد میشه ولی الان گرمه رسیدیم به ماشین جیپمون حواشید بچه میخواین سوار شید برو دیگه چقدر وسیله داری برو خداحافظ بای بای ازم برو مریم برو نشوی بشه بدرسی وایسی بسط بشینه که ردش بلنده ازم وسایل ها رو بده بهشون خب پوله من پای خودم بیا باید فکر کنم پا بزن بدونی رو بدونی پای خودم کتونیه با تو دهنش بذاری میگرفتم حیف شد یعنی سکته زدن مطمئنم خیلی وحشتناک بود بچه ها میخواستم پیاده شم ما گفتیم نه این بود خونک بود به پا میخورد یه پشت مسال بود بده من بذارید اینجا آره بچه اون صحنه ای که ما پیاده شدیم شما چه حسی داشتین راستشو بگید مریم خیلی ترسیده مریم هوریه من که شجاعم خودت نمیگید بیچاره اینجوری بود شما اومدین دقیقا اینجوری زدین والا من اون رفته بودم هیچی ندیدم خیلی وحشتناک بود نهایتش که چپ میکردیم چپ چیه بابا رو میره من اینجا فرو
چقدر خوب شد که نازنین هماهنگ کرد واسه جیب. نمیتونستیم تو این گرما. گرم شرجی. البته باده ها ولی گرمم هست. گرمه بابا، بعد سربالایی خیلی بود. خب تا اینجا که به خیر و خوشی رسیدیم. بریم ببینیم اینو بریم بسازیم. توی گرما توی شرجی می‌خواستیم با حرف تو پیاده بیایم این راه. الان تا اینجا فکر کنم اسکلت یکم ورزش اگه مثل ستاره فوتپاشی هر روز بری پیاده روی اسکلت میشه. اصلا خودش هم عمرن نمیتونست بیاد. چرا نمیتونستم؟ ستاره خونه‌وردی میره. ستاره خونه‌ورد بود. آره. بهش بگید عکسای اون موقع که خونه‌وردی میرفت تا براتون بذاره. نی بودم نی. آره ستاره رو بذاریم. نی بود. من اون موقع چاق بودم میرفتم خونه‌وردی. نه بابا هممون ظریف بودیم اون زمان. پرتر. از الان بریم تک درخت رو بریم. تک درخت کجا؟ تک درختشه دیگه. قشنگه. ولی اردیبهشت فکر کنم خیلی سرسبزه. آره اونایی که اکثر میان میگیرن افکت میدن. آره این سبزه دیگه افکت میدن تیره تر میشه. بالاخره رسیدیم. ارزش واقعا یه بار دیدن که 100% داره. آره به آرزوی خودم رسیدم. ما الان اینجا نبودیم. غوریه که دیروز یعنی رسما منو دیوونه کرد. میگم اصلا چرا باید بریم یه جایی که فقط یه دونه درخت داره؟ یعنی این همه راه میخوایم بریم یه دونه درخت رو ببینیم؟ هیچی دیگه. گفتم بابا من دوست دارم ببینم اینجا چه شکلیه. خوشگله. ریشه در آب. چه جالبی داره یه درخت. خب اینجا که مثلا میگه یه درخت دست بزن به آب ببینم. ولی خیلی باد خنکی میاد. این خیلی خنک. اینجا یه همچین آبی جمع شده. این میگم جالب. کجا اومده؟ اونا چشمه است. خیلی کوچولوئه. یه ذره. آره ستاره اونا. آره دیگه دست بزنید. چرا به من میگی دست بزنید؟ خودتونم بزنید. بچه آره آبش چیزه خنکه. گرم نیست. گرم هم نیست. نه بعد پاس نزن دیگه. کثیفش داری میکنی. اصلا نزدی تو. دست در نکنی. گشتمونه دیگه نهار بخوریم. یکی دیگه بوی خونده باشه. سای گلم خوش میگذره. عالی. تازه رسیدیم. بچه ها زحمت کشیدن، زیر انداز انداختم، وسایلامون رو در بیاریم، غذا نوش جان کنیم. تخم اینا رو منم در بیارم. نه بابا اول غذا می‌خوریم بعد دیگه. رای آشغالی رو حواستون باشه. ستاره در حال دویدن. گرفت بابا. نگرفت. بیا من.
در جستجوی پلاستیک. راز بقا. راز بقا. این ستاره که میبینید پلاستیک به دست موفق شد طبیعت رو از آشغال نجات بده. الان باید بهش یه مدال داد. چه حسی داری؟ چه حسی داری پلاستیک رو تونستی بگیری؟ این آهوی دشت میشه. این میرم لاحظاتی من دنبال بچه موشه یاد آهوی دشت زنگاری که میگن تویی. آهوی دشت زنگاری توی که میگی دوستم داری. نازنین جون بای بای کن. بیا نریش بده. من شبیه فیلمبردارای عروسی. خوبه یه کار بهت دادم انجام. به بچه های شیطون مسئولیت میدن. تا آخر تایمی که ما اینجا هستیم وای بهشته. چطوری میگیری شما؟ آره ببین کاهو نخور. سبزیجات نمیخور. کاهو بخور برات خوبه بابا جان. اینجا کثیف میشه همه رو بخور. آفرین. حالا من گوجه دوست داری؟ خب نهارمونو خوردیم بدون وسایلام. از تنقلات خوشمزه‌مون نازنین دیگه خوش راحتی دراز کشید. آقا من دیشب تا 4 صبح مریض مزخرف اومد. خسته نباشی انشالله که هیچ مریضی اصلا نداشته باشی. ساعت 3 صبح اومده استعلاجی میخوام. چند روز میخواستی؟ میخواست گذشته بودم لازم میخواست بره تعطیلات. میخواست بره مثل میسم که استعلاجی گیره. بنده خدا مریض بود بابا. این شکلات خیلی خوشمزه بود. نازنین آورده. خیلی خیلی دوست دارم. ببینمش نازنین پاتو برمی‌داری؟ بله. یا مریم تو بیشتر چیز داری؟ الان من در میارم براش وایسا. در آورد. چقدر خوشگلی آقی جیگرمه. فدای تو بشم من جان. پاشتیلای من ببین شما پاشتیلای من
وارد شدن چیکار کنم؟ آره جیب نجوی شدیم. برنامه بعد آسانسور. این چیزی افتاد. چی؟ نه اونو بستم. چیش افتاد؟ یا ابرفرد یه خوب بشی که بتونی بشی. خوب نشستم که مطمئنی؟ چه این وسایل ها رو اینم بگیر. بیا اینو بگیر مریم. و این کلاه دیگه یک کلاه پشتی هم هست بچه. خودتو؟ آره دیگه جا نمیشیم که. کلاه کوچیک هم داریم. این برام این قسمت ورودیش بود که دیگه ماشین اجازه نداره بره، ولی ما از اینجا رفتیم بالا. فکرشو کن. خیلی جالب و خطرناک بود. البته ماشینا اجازه ندارن دیگه. بریم. در حال برگشتیم. این دفعه خیلی خوب نشستی. جیب کشی شدیم. بوری هم نمیبینم. بوری اون بالا نبی شهر بازی بچه داره دوباره تمدید میکنه که بل نیومده داریم میریم. خب حالا نکن بعد دادم خدای خودم نیومده داریم میریم. امروز به خاطر اینکه قرار بود بعد تفریحمون که برگشتیم به امید خدا زود، که خدا رو شکر زودم برگشتیم، با دوستامون برنامه داشتیم بریم شام بیرون. شما این دوستامو ندیدین، دوستای کوهنوردی من خیلی دوران خیلی قدیم و هنوزم با هم در ارتباطیم. البته به خاطر خب مشغله کاری که هممون داریم خیلی کم پیش میاد همدیگر رو ببینیم، همیشه کنار هم نیستیم دیگه. امشب خدا رو شکر قسمت شد و قراره بریم بیرون. الانم فکر کنم برسن. آره عادل هنوز نیومده. آره دارم میاد. آره سواجون داره میاد. من دیگه رسیدم خونه، ظرفامو شستم، لباسا رو شستم، رفتم دوش گرفتم، آرایشم رو دوباره تمدید کردم، حاضر. فقط اینکه منتظریم عادل بیاد. صدای آسانسوره؟ حالا آسانسور حالا زنگو بزنن دیگه. خب خیلی امروز خوش گذشت، خیلی روز خوبی بود، مخصوصا اون جیپ سواری فوق‌العاده بود، کلی خندیدیم، تجربه خیلی خوبی بود. من حالا سوار نشده بودم، جاده وحشتناک بود. اصلا این چیزی که تو این تصاویر میبینید پیجای بلاگرها میذارن واقعا اینجوری نیست بچه‌ها. یه عکس شسته رفته براتون میذارن، شما میگی خب بریم اینجا حال کنیم، ولی واقعا اگه جیپ نبود تو این هوا واقعا نمیشد اون همه پیاده روی کرد. البته من میتونستم، من و مریم چون پیاده روی زیاد میریم خب بدنمون آماده تره،
اعظم و حوریه واقعا اذیت میشدن. واقعیتش اینه که ما هم شاید خسته میشدیم ولی اونا اذیت میشدن. خیلی فرق بود بین ما. خدا رو شکر که نازنین جیپو هماهنگ کرده بود، رفتیم و عالی دیگه، خیلی عالی بود. اونجا هم قشنگ بود. ارزش واقعا یه بار دیدن رو داره، ولی تو رو خدا سر خود نرین، بدون هماهنگی نرید، با ماشین شخصی اصلا نرید. من یکی دو تا ماشین شخصی اونجا دیدم اینجوری چشام شده بود 4 تا بچه‌ها اومدن، چشام شده بود 4 تا. میگم خدا اینا پدر ماشین در آوردن اینجا که چی بشه. ولی خب دیگه عالی بود، خوب بود، خوش گذشت. دست همگی در نکنه. مریم جون و نازنین جون که زحمت کشیدن، رانندگی کردن و ما رو بردن این جای با صفا و قشنگ که ببینید. الانم که ذوق و شوق دارم، قرار با دوستامون بریم شام بیرون چیکن گاردن. غذای یعنی غذا که نه، فست فود مورد علاقمه، چون واقعا غذاش خوبه. دیگه زودتر خداحافظی کنم تا بچه‌ها میان. بچه‌ها اگر ویدیو رو دوست داشتید یادتون نره برای حمایت از کانال لایک کنید، ما رو به دوستاتون معرفی کنید که پیشرفت کنه کانالمون. من که خیلی خیلی دوستتون دارم. امیدوارم که بتونم بازم ویدیوهای شاد و قشنگ باهاتون به اشتراک بذارم تا یه ویدیو دیگه. خدا نگهدارتون.